این پزشک آمریکایی میگه برای من 20 سال زمان برد تا فهمیدم برای درمان دیسک کمر نیازی به هیچ نوع عمل جراحی نیست. فقط نیاز داریم به یک عدد حله که دور کمر خودمون بپیچیم و حرکتی که توی تصویر میبینید رو 20 مرتبه و 3 ست در روز انجام بدید تا دیسک شما به حالت قبل برگرده. اگر درد توی پاهات داری، یکی از پاهاتو به صورت 90 درجه قرار میدی و بدنت رو به سمت جلو هدایت میکنی. زمانی که درد توی کمرت به وجود اومد به عقب برگرد و 30 مرتبه دیگه تکرار کن و حرکت آخر دستات رو به اندازه عرض شونهات باز میکنی و کمرت باید کاملا صاف باشه و 30 مرتبه برای هر پا این تکنیکی که داری میبینی رو انجام میدی تا بیرون زدگی دیسکت به صورت کامل درمان بشه. این پست رو بفرست برای هر کسی که درگیر درد کمر یا پادرد هستش تا شاید حتی یک نفر از شر همه این دردها راحت بشه و برای درمان ریشه روماتیسم کلمه سلامت رو کامنت کن تا به صورت کامل راهنمایی کنم.